چند بار بهت گفتم گربه نخر. موهاش ریخته تو خونه، یه دونه موهاش تو چای خالت بود، خالت چایش نخورد، آبروی من رفت. موهای شوهر خودت هم میریزه. ولی ما نمی‌ایم مثل شما داستان درست کنیم آبروی ما رو برده، خاله چایشو نخورد و این صحبت‌ها. فقط می‌خوایم ما رو تخریب کنیم. بسم الله. هی ما حرفی نمیزنیم، نمی‌خوایم رسوا کنیم طرف مقابلو. آبروم میره فلان میکنه. نگفتی حرفم میزنه؟ بله که حرف میزنم. میخوام از حق خودم دفاع کنم در برابر شماها که ما رو زبون بسته گیر آوردی. به پسرت گفتی شاید بواسیر داره؟ نه خدا مرگم. ما داریم توی خونه زندگی میکنیم. اومدیم و دست بواسیریشو زده بود به غذای منم بواسیر میگیرم. مرگم بده. ببین مادر، من نمیخوام دیست کنم، من اصلا فنتم و شما و آقا جبار شوهرتون مثل پدر مادر خودم میدونم، چون این پسرتون من یتیم خونه بود، من یتیم بودم. الهی بمیرم، من نمیدونستم تو حرف. نه خدا نکنه مادر، بارها بوده موهای آقا جبار تو قضام بوده، من برای اینکه بی‌آبرویی نشه و اینا برو خودم نیاوردم، قضامو تا ته خوردم. خب بهم میگفتی، چرا بهم نگفتی؟ یه ماه پیش بود مشکل روده داشتم، همون ازتون بریده بودم، به جای میو صدا خر میدادم. خب همون موقع بود که موی آقا جبار رو دفع کردم. 80% رودمو درگیر کرده بود. ای بابا چی بگم؟ بی خیالش، حالا حرف قدیمه، ما اومدیم یه درد دلی کنیم. ببین من هیچ موقع یادم نمیره پنجشنبه شب بود که خیلی گشنم بود، رفتی برام گوشتق کرده آوردی. من دورت بگردم مادر. خدا نکنه. فقط میخواستم بگم که جبار 2 تا زن داره. چی گفتی؟